درود بر عشقای من. من اومدم بهتون داخل این ویدیو فارم آهن یاد بدم. اول از همه 150 بلاک با ویلش فاصله داشته باشین. اوکی، اول یه نقطه میگیریم، 8 بلاک میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8. خب حالا اینه از یه طرف 1 2 3 4 از این ور، 1 2 3 4 هم از این طرف. اوکی، بعد من برم 8 بلاک همشو خالی کنم، بعد ادامه میدم. چون اینقدر بزرگ میشه، چون این میبینی، اینو باید در نظر بگیری. یه چاک وسطش بدین در حد 2 بلاک اینجوری. بعد یه ردیف اینجا بلاک میچینی، یه ردیف. بعد خب ما اینجا بت میذاریم از هر طرف. بعد 1 5 تا میشه، حتما درست بود. 5 تا این ور. خب حالا یک بلاک زیریش رو میکنیم. اما تخت رو نزنیم، تخت رو بزنیم بدبخته، سخت، خیلی سخته، خیلی سخت. منم واقعا خیلی حمایت میکنه. یه ویدیو گذاشتم 6 تا آزید خورد، همونش خیلی ها، همونشو خیلی هم ندارم، همین فالوورا که سابایی که دارم و ندارم بعضی. خب ما این چکی که این وسط داریم پر میکنیم، بی 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 بی. خب ما اینقدر بیایم بالا، 3 تا بلاک بیایم بالا. نخور یا خب 3 تا بلاک بیایم بالا. بعد حالا اینو باید ببندیم. کن دیگه آجی. خب من تو اینو ببندم میدرسه کنم. مرسی بچه. بعد از اینکه ردیفو پر کردیم همچین نیاز داریم بکندن بلاک. ها کن اینجوری بکن، یاد بگیر. ایگو شکندم اونو اینجوری دقیقا روبروش هم همین حالت رو بکنیم. حالا سمت راست و چپش دیگه فرق داره. خب یه بلاک فاصله میدیم، کلا 3 تا، یکی هم بالا. یه دیگه بکنه واقعا زشت میشه و بعد ناپسند و بعد خب ما اینجوری کندیم اینا رو. اوکی، نیاز داریم به چی؟ اول از همه and villager. دوم از همه چی به اسمش؟ مغز نخود. ما از اینا نیاز داریم. بعد بگیریم اینجا اینجوری پر کنیم. ویدیو رو سریع نمیخوام، بعد آهنگم نمیذارم که صدام متوجه بشین چه چیزی میگویم. سریع نمی کنم که اگه خواستین بریم بسازین تو ماینکرافت راحت بشه. از سروایو بودین 2 تا ویلیجر میگیرین میذارین، نونو 2 تا تخت میذارین به هم کارشون ادامه میدن. 1 2 تا چناکو شیده رو از اینا خواسته اونش بذارن. از این کوچیکا با لباس سبز نمیشه، لباس سبز رو به خاصیته کاشش خوب اینجوری باشه. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بابا بیا کنار دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20. مرتی که چکور میخوره شو نگاهشو نکنم. خب ما به 20 تا نیاز داریم چون 20 تا تخت گذاشتیم و این منطقیه. یه بلاک میگیریم، ردیف میسابا پر میگیریم. خب ما پر کن دیگه. مثلا ماینکرافت سری فشار میشه اینو بدونی. خب من خود اینجا پر شد، درست کار ما اینجا تموم شد. خب نیاز داریم به یک عدد واتر لاوا. اینا
بعد چست آبو میذاریم اینجا. آب دقیقا این حالتی اینجا یه بلاک خالی باید میمون. اشکال نداره ما با همین کار میکنیم. خب چیزا کجاست؟ میشه اینجا این میادش اینجا فکر کنم. آره دیگه درستش هم لابار این حالتی میذاری. ببخشیش تو باشه اینجا نذاشتیم اینجا. آخه آره مول اسپان بشه چخ کنه همین تنها چیزی میتونم بگم. میای بلاک اینجا دقیقا یه فاصله بلاک میکنی میری پایین. اینجا رو میکنی سمت جلو به اینجا میرسی. اون خوی دقیقه تموم شد. خیلی تاثیر گذار. خب ما نیاز داریم به یک عدد چست. اونجا نکنم مرتی که بیشرف. بعد اینجا میایم تنظیمات جدید اصلا دوست دارم. نه از این جزاره کلاس بزرمش خودم هاپر میذاریم. بله من حالا اینجا ویدیو رو صدا میکنم این تا آره میریم اسپام میشه. آیا اسپام میشه دیگه کار میکنه. بذار اگه بخواد اسپام بشه بعد نشاش بعد شب باشه. اسپام میشه که اسپام میشه که اسپام میشه که اسپام میشه. جانم مادر اسپام شد. چیه کاریو انجام ندادم. من همه انجام دادم ما اینو لعنتی بشه. تو نمیدونی چه بلا سر آمده. درست انجام دادم دیگه. زامبی خوبه ببین بیا تو آپر حال میکنه واسه شده وی. آقا این نیستش گوسفند من میشه دارم جوان. آقا کار میکنه دیگه حوصله وایسادن نرم. دمتون گرم. خود